به نام خداوند حکیم. یکی از مشکلات اساسی که خیلی ها دارن اینه که فکر میکنن اگه 4 تا نسخه یاد گرفتن، 4 تا تکنیک یاد گرفتن، چند تا دوره تشخیصی رفتن، دیگه میتونن درمانهای موفقی داشته باشن. در صورتی که اینها سخت در اشتباهن. چرا؟ چون اگر توی جامعه ما نگاه کنیم میبینیم گاهی وقتا یه طبیب موفقه، یه طبیب موفق نیست. یه مکانیک موفقه، یه مکانیک موفق نیست. یه آرایشگر موفقه، یه آرایشگر موفق نیست. و همه صنف‌ها رو نگاه میکنیم میبینیم بعضیا موفقن، بعضیا موفق نمیشن. راز این موفقیت در اینه که اونی که موفقه، اگر روانشناس، طبیب، مکانیک و یا هر شغلی داره، به خاطر اینه که یک اصول، اساس و چارچوب داره. اما اونی که موفق نیست از هیچ اصول اساسی پیروی نمیکنه. اگر میخوایم که درمانهامون موفق، اصلی، اساسی و جوابگو باشه، باید حتما یه سری اصول و نکات رو رعایت کنیم که به موفقیت برسید. سالم و تندرست باشید. یا علی مدد.